و واقعا هم آخه هست، اصلا یه جمله معروفی هست میگن having things isn't exciting getting things is exciting. اینکه بتونی بری بگیریش exciting، اینکه داشته باشیش که اصلا exciting نیست. میدونی اینکه بری دنبالش بتونی بگیریش. و اتفاقا نمیدونم تیوی شو وست ورد رو دیدی یا نه؟ آره. یه تیکه هست که اون دکتر فورد به اصطلاح داره همینو داره یه جوری تشریح میکنه. میگه یه سگی بود توی باغچه‌مون که همیشه دنبال یه خرگوشه هی میدوید و هر روزم که این دنبال خرگوشه میدوید دهن آب و لاچش داشت میافتاد و میدوید دنبال خرگوشه، همیشه خوشحال بود و اینا. و یه روزی این خرگوشه رو میگیره و وقتی این خرگوشه رو میگیره و میکشتش، میگه از فردا این دپرس ترین سگ عالم بود. هر روز صبح که خواب میشیم تو حیاط این نشسته بود، کاری نداشت بکنه، بیکار بود، دیگه خرگوشی نبود بیفته دنبالش. و چه مثال قشنگی. آره و منم اینو درک کردم و الان دیگه برام این آدرنالین، ببین هر کی با یه چیزی داره یه جوری تبدیلش کرده به گیم دیگه. برای من این بیزنس خیلی گیمه، میدونی، یعنی الان اینجا همین کارو میکنی؟ آره الان هم من اینجا یه استارتاپ دارم. چیه؟ الان من الان یه آسانسوری بگو. آره من یه کمپانی دارم به اسم بتر مود که خیلی از بچهای اتفاقا ریحونو اسپانسر کردیم آوردیمشون کانادا، چون واقعا بهترین تالنت رو اینجا میشه پیدا کرد. ولی یه سرویسه که برای بیزنس هاست که میتونن کامیونیتی خودشون روی این پلتفرم بسازن. یعنی مثلا فرض کن تو یه بیزنسی هستی، یه حالت وب اپ بیلدر داره، یعنی تو اگه میخوای یه اپلیکیشن بسازی میتونی به روی مال ما بسازی و بیزنس هایی که مثلا قبلا رو فیسبوک گروپن، رو ردیتن، یا میخوان یه چیزی شبیه ویش لیست داشته باشن، فروم داشته باشن، میتونن از سرویس ما استفاده کنن. که مثلا ما مشتریای اینترپرایزی هم بیشتر داریم، مثل ایسوس رو داریم، آی بی ام رو داریم، کانورت کیت رو داریم، هاب اسپات رو داریم، تیپ بیزنس های این تیپی داریم. الان 5 سالشه. چجوری پول در میاره؟ ساس دیگه، سافر از سرویس، میفروشیمش به بیزنس ها ماهانه. این سرویس رو ما میفروشیم به بیزنس ها و بیزنس ها میتونن از اون استفاده کنن. تو چه رنجیه قیمتشون؟ من همیشه خیلی دوستم قیمت بدونم. آره ببین ما الان اینترپرایزیم و در حال حاضر اگه بخوای از سرویس ما استفاده کنی حتما باید از تیم فروش بری، یعنی از خود نمیتونی بری ساین اپ کنی بری استفاده بکنی. و تقریبا مثلا پروداکت ما رو بخوای استفاده کنی برای بیزنس سالی بین 30 تا 50,000 دلار هزینه شه. اما الان ما تو این مدتی که داشتیم کار میکردیم کلی پلتفرم رو بیشتر دیولپش کردیم، داریم بازش میکنیم حتی به کریئتورها. میدونی یعنی کریئتورها اگه بخوان مثلا یه وبسایتی درست کنن که ببین تو با وبسایت بیلدر که کار میکنی صفحه استاتیک میگیری، لندینگ پیج میگیری، کار نمیکنی، یه سایت قشنگ فنسیه، لندینگ پیجه. با مال ما تو میتونی وب اپ درست کنی، یعنی میتونی مثلا کار میکنه، مثلا میتونی یه انجمن بسازی که لایک داره، نوتیفیکیشن داره، کامنتینگ سیستم داره، دایرکت مسیج داره، قشنگ یه سیستم مودریشن. یکی از چیزاش هم وبسایته. یکی از چیزاش هم خیلی بخوام برات ساده کنم، فرض کن وردپرس مدرن 2024. اوکی. آره خیلی بخوام مثلا سادهش بکنم یه همچین چیزیه. و داریم بازش میکنیم برای کریئتورها و عام که دیگه داریم پلنامون رو از قیمت از $14 شروع میکنیم مثلا تا سالی مثلا $100 تا ماهی $100. یعنی داریم تیرهای مختلف میذاریم برای انواع آدمای مختلف که حالا فیچرهاش تو هر کدوم متفاوته. چقدر جالب. یادم چرا یادم نمیافتم، ولی گفتم اینو می‌خواستم بگم یادم رفت. موقعی که گفتی تازه اومده بودی، منم سال 2000 که اومدم کل ونکوور یه دونه دونر شاپ داشت. یعنی به این فکر کن. آره. یه دونه. نه درک میکنم. آره درک میکنم کاملا. خیلی جالب. ولی نمیدونم ما باز ببین من کلا احساس میکنم حالا خودمون یعنی اینطوری احساسش نمیکنم ولی کم تو پاچه‌مون نرفته. مثلا الان من احساس میکنم کانادا اومدنه تو پاچه‌مون رفت. یا مثلا من الان ریحون مثلا به ما مثلا اومدن ترامپ کاملا برای ما تاثیر منفی داشت دیگه، میدونی، یعنی پاره شدن برجام رفت تو پاچه ما. خیلی ها فکر میکنن خبری نشد، حالا تحریم بیشتر شد، تحریم شد که نصف استارتاپ‌ها مردن تو ایران، میدونی، سرمایه‌گذاراشون دیگه اینوست نکردن دیگه. اصلا فیلترینگایی که از سمت سرویس ها انجام شد کشت همه رو. نبود کردیت کارتا قبلا حالا باز با یه زیرابی میشد این کارو کرد، یا بعد رسما کنسل شد. مثلا من یعنی میخوام بهت بگم من چند بار هی دارم سعی میکنم به قول معروف بشه، نمیشه، میدونی مثلا. ولی من یه دوست دارم شبیه تو،
4-5 بار سعی کرد، همیشه بهش میگفتم ببین من میبینم که توی یه روزی گنده میشی و آخر یه دونه کریپتو درست کرد و الان موفق شده خیلی. واسه همین یکی از قانونام که خود میدونی آقا don't give up. این چقدر واقعیه این داستان. آره دیگه عین پوکر اینقدر وای میسی تا بخوره دیگه، بالاخره میشه ریور یا واسه تو بیاد. اصلا ببین فکر کنم خودت هم توی یکی از اپیزودات داشتی راجع به موضوع صحبت می‌کردی، هم بزرگترین رازی که فکر کنم فهمید. خیلی قبلا من گفتم خیلی جملات کلیشه‌ای انقدر چون شنیدیمش دیگه اهمیت خوش از دست داده، ولی اگه همون کارا رو بکنی واقعا بعد میافتی جلو. مثلا صبح زود از خواب پاشو، انقدر گفتن ولی هیچ پا نمیشه، میدونی. یا مثلا همین داستان پشت کار داشتن و کانسیستنت بودن و اینی که تو هی پیوسته باشی. مثلا همه فکر میکنن آقا تو این مثلا تو پادکستی زدی یا تو چنل یوتیوبی زدی، تو فکر کنم فقط خودتی که میدونی تنها دلیل موفقیت پیوسته بودن است. یعنی خیلی ها رسیدن گیو آپ کردن رفتن بیرون و فقط تو اینقدر چون موندی توش تو بازی. یعنی تو پوکر هم همینه، اونی که فولد کرده آلینشو نباخته تا تاش وایساده آخرام لاکی شده، اونی هم که پادکستر رو وایساده آخرش، اونی هم که تو یوتیوب وایساده آخرش. یعنی اونایی که فقط تا ته بازی وایسادن وینران، میدونی. و واقعا به نظر من اینو دیدم، یعنی من دیدم اونایی که واقعا تا ته بازی وای میسن وینرای بازی ان. آره خیلی این من مثال اونوریشو من اونوریش یاد گرفتم. بابای من همش کاراشو عوض میکرد، بعد کارهای خفن داشت، مثلا کارخونه خازن، کارخونه یخچال سازی، نمیدونم کارخونه نون، قبل از اینکه اصلا نون تو ایران باشه نون فقط نونوایی داشت. بعد بابا من گفتش که آقا چرا تو مغازه نون نمیفروشن؟ بعد فهمید که نون خراب میشه، اینا باید نگهدارنده بزنن. رفت آلمان فیگرات کرد، کارخونه رو درست کرد. حالا پوینت اینه که همه کارا رو میکرد، 3 سال ران میکرد، بعد میبست کارخونه رو. بعد گفتم چرا میبندی؟ میگه پول در نیورد. گفتم خب آقا کسی نمیشناسه یخچال قزنفر رو وایسا. بعد من خب بچه‌ام کسی اصلا گوش نمیداد و من هی اینو میدیدم. من گفتم خب آقا تو اگه وایسی بالاخره مردم میان ازت بگیرن. بعد اینو توی خیلی پادکست‌ها میگم، من بابام اومد به من گفتش که وقتی کمپانی بعد از 2 سال پول در نیورده بود، به من گفتش که هر چقدر پول درآوردی بهت میدم، به من برو. چون داشتم گریه میکردم توی جیم خونه، رفته بودم تو آپارتمان زندگی میکردم، جیم خونه‌ام گریه میکردم. بعد گفتم نه دادا، اصلا چیزی که تنظیمی که من تو یاد گرفتم اینه که don't give up. تو همیشه بیخیال میشی میری میگی ببین بعدی چیه، تو منتظری سعی. یکی از کارهای مهم کار وایستادنه. حالا برای کسی که نگاه میکنه میخواد بیزنس بزنه، من یه پوینت بدم. من چون تو دانشگاه من بیزنس خوندم، میگن هر بیزنسی میخوای بزنی تو باید 2 سال پولشو داشته باشی. یعنی اگه مثلا من یه نونوایی میزنم، بعد باید 1000 تومان پول نون بدم که بخرم، 1000 تومان پول کارگر بدم، 1000 تومان پول برق بدم که اینجا بچرخه، من باید این پوله رو ضرب در 2 سال بکنم، این پول تو حسابم باشه، بعد بری بیزنس باز کنی. اکثر آدما میگن میخوام نونوایی باز کنم، بخوام اجاره اینجا چقدره؟ اجاره اینجا 1800 تومانه. اوکی من 1700 1800 بریم باز کنیم. یعنی میخواد در روز اول پول در بیاره که ماه بعد دوم بده. اینا خیلی موضوع جالبی که آدما یا پول رو بذار یا اگه نداری کوچیکش کن، چون اگه میخوام موفق باشی یکی از استپای خیلی مهمه. من چون همیشه دوست دارم یاد بدم به کسی که وقتشو میذاره واسه ما، این یکی از پوینتایی که خیلی میشه تو بیزنس، یعنی باید تو بیزنس استفاده کنی. آره باید رانوی تو باید حساب بکنی و بعد یه مقداری هم بلند مدت‌تر باید فکر بکنی. یعنی ببین البته یه نکته که وجود داره که شایان ذکر به اصطلاح، باید مثلا چون خیلی از این حرفا رو آدما باید معنیش هم بفهمن، چون از اون ورم مثلا ما وقتی میگیم آدم باید تهش وایسه، خب شاید یه سری‌ها فکر میکنن که مثلا حتی زمانی هم که همه چی داره خیلی خوب پیش نمیره شاید اصلا اضافه الکی وایسن توش و وقت خودشون رو تلف بکنن، میدونی. یعنی همیشه مثلا اونوری اینوریش هم هست. البته خب بازم اون تو بیزنس میگه اگه یه بیزنسی داشتی 3 تا 5 تا پول در نیاورد ببند برو بعدی. یعنی اینم هست که بازم میگه که 5 سال زحمت کشیدم در نمیاره، پس احتمالاً که در نیاره خیلی زیاده، برم یه بیزنس دیگه ای. حالا مثلا اگه تو که داری اپ درست می‌کنی، به یه اپ اگه من بخوام فروشنده باشم جوهر نتونستم بفروشم، بیا سعی کنم کیبل بفروشم. من شاید مثلا اینطوری هم آره، چون واقعا فوت کوزه‌گری نیستش، یه چیز خیلی پیچیده است. از این رنگا رو می‌ریزن توی آب با هم قاطی میشه و اینا، این همچین دنسیه. تو اونو واقعا نمیتونی به کسی یاد بدی چه درست کنی. هر دفعه یونیک از فاج، یعنی
میدونی چی میگم؟ بعضا بیزنس هم همینه. من توی ویدیوم گفتم میگم آقا بیزنس رو نمیشه به کسی یاد داد، یا داریش یا نداریش. یه سری نکته‌های کوچیک داره توش، ولی اکثر بیزنس رو تو باید خود بفهمی. چیز منطقیه. مثلا تو ایران که با کاستومر بد صحبت میکنن، مثلا میدونی نشون میده اکثریت آدما نمیفهمن که چی، ولی از الان داره عوض میشه. خب میفهمم داره بهتر میشه. حالا تو آینده ایران رو چی میبینی؟ نظر شخصیت. ایران رو ببین، ما که واقعا محکومیم به امید داشتن و خب خیلی هم حیفشه آخه، ولی من فکر میکنم یعنی با توجه به چیزی که دارم میبینم و سیاست گذاری هایی که داره میشه و اتفاقاتی که داره میفته و موج منابع انسانی که داره از کشور میره بیرون، به هر حال فکر نمی کنم که توی مدت بازه زمانی خیلی کوتاه، یعنی مثلا 5 سال کوتاه، خب خیلی اتفاق عجیب غریبی تو دنیای بیزنس فقط داریم صحبت میکنیم بیفته، به خاطر اینکه تالنت داره از کشور خارج میشه، آدما دارن میرن. چقدر مهمه. آره، اما چون اینقدرم کشور، یعنی اینطوری هم نیست اگه همین فردا همه چی درست شه پس فردا همه چی توپ به توپ شده، که یعنی اون دوباره از اول ساختن و از اول بیلد کردن هم خودش دوباره زمانی میبره. منتهای مراتب یه جای امیدی به نظر من وجود داره و اونم اینه که تو بتونی ویو بعدی تکنولوژی رو بتونی بگیریش. مثلا ایران تقریبا از تمام ویوا یکم عقب موند، میدونی، یعنی از زمانی که مثلا وقتی سرعت اینترنت میره بالاتر، خب کمپانیایی مثل دراپ باکس به وجود میان، کمپانیایی مثلا این یوتیوب و نتفلیکس و اینا، خب به واسطه اینکه براد بند شده و سرعت اینترنت رفته بالا داره اتفاق میفته. کمپانی مثلا یا فیلیمو تو ایران میاد و نمیدونم اینا میاد به خاطر اینکه خب سرعت اینترنت رفته بالاتر. یا مثلا اگر اسنپ میاد تو ایران به خاطر اینکه مثلا تلفن‌های همراه اینا به ایران رسیده و اینا. و ما خب خیلی از این موجای تکنولوژیکال رو از دست دادیم، اما همیشه یک موج جدید دیگه میاد که شاید موج قبلیه رو اصلا حالا اگه نگرفتیش هم اشکال نداره، مثل الان AI یا هوش مصنوعی یا artificial intelligence. من به نظرم اگه مثلا کشور بتونه تا چند سال آینده تغییرات، چون ببین کلا الان من یه چیزی که خیلی برام جالب بود تو ایران فهمیدم، این نمیدونم اینو احساس کردید یا نه، ایران اصلا من متوجه شدم که ببین ما وقتی که تو ایران برگشتیم و استارتاپ ها و اینا رو زدیم و اون موج استارتاپی تو ایران اتفاق افتاده بود که کلی هم کمپانی ازش اومد بیرون، همون سال 2014 فکر کنم میشه 97 98 اون موقع که این اتفاقا داشت میافتاد، تو ببین تو برای فکر کنی یه کار اقتصادی داری میکنی، داری کشور رو به جلو میبری، داری کار خوب میکنی، داری کار مشتی داری میکنی، بچه‌ها رو داری دور هم جمع میکنی، داری پروداکتیویتی داری ایجاد میکنی، داری جی پی دی رو میبری بالاتر، میدونی، و تمام این کارا رو که داری میکنی تو یه احساس خوبی داری. طول کشید تا من فهمیدم که اتفاقا این کارا که داری میکنی از دید کشور کارای لزوما مثبتی داری انجام نمیدی. چقدر عجیب. یعنی استارتاپ انگار مثلا استارتاپ و شرکت‌های تکی و اینا شده یه حالت تهاجم فرهنگی، نوع کار کردن، نوع این شرکت‌ها، نوع این آفیس‌ها، جوونا، دختر و پسر تو کنار هم، فوتبال دستی، صندلی‌های مثلا این تیپی، اینا همش، و اصلا این که این چه کارایی، حالا با موبایل هم مثلا چه میدونم تاکسی بگیرم مثلا، میدونی اصلا اسکیل اون کارهایی که اینا دارن میکنن، مثلا بریم مثلا چه میدونم اونا توی دنیا توی یه حالت خیلی اصلا توی بازی دیگه داشتن نگاه می‌کردن این داستانا رو، و اصلا این کارهایی که داریم می‌کنیم کل این استارتاپ‌ها رو هم جمع بکنی واقعا هم میگن، این جمله معروفی از میگن کل اینوستمنتی که توی تک استارتاپ سین ایران شده اندازه 2 تا برج توی فرشته نیست، و اصلا کلا نه سرمایه‌ای اومد و هر کاری هم که تو ایران میکنن به خاطر قوانین غلط، مثلا حتی این داستان شرکت‌های دانش بنیان که حالا میتونستن از تکس و مالیات و اینا معافشن، آخر همش به کثافتکاری کشیده شد، آخر حتی خیلی محکوم شدن به سوء استفاده از این داستانا، و آخرش به نظر من طول کشید تا ما فهمیدیم ایران، ما فکر کردیم خیلی هم با همون حال میکنن، میدونی، و نگو حالا خیلی حال هم داشتن نمیکردن، میدونی. چقدر عجیبی موضوع واقعا. منم اگه تو بودم، من حالا تو میگی تو دانشگاه میگفتی نمیخوام برم کنکور، من که اومدم اینجا
خب من از اون روزی که اومدم شروع کردم پول درآوردم. من ظرف 2 هفته اینجا کار گرفتم دیگه، همینجوری کار کردم تا یه 10 سال پیش. همیشه هم خیلی جلوتر از دوستا بودم، یعنی مثلا هر وقت هر جا رفتیم همیشه میگفتن این سهیل اونیه که مثلا موفقه و نصف بچه واسه من کار کرده بودن، حالا یه هفته، یه ماه، یک سال، چیزای متفاوت. بعد همش به من آفر میشد که بیا با ایران کار کن، حالا یه چیزی بیار، یه چیزی ببر، نمیدونم این کارو کنیم. هر کی به من هر وقت گفتم آقا من با ایران کار نمیکنم، بالاخره یه روزی یه چیزیش خراب میشه. هر کی من تو کل 25 سال گذشته من اینو جواب دادم که من با ایران کار نمیکنم و هر کی کرده یه داستان بد داره و سر این من چه کار نکردم، چون گفتم آقا من میدونم همیشه یه چیزی خراب میشه، چون باید کار قانونی هم میخوای بکنی انگار داری کار خلاف میکنی. آره اصلا کار قانونی میکنی انگار اصلا اشتباه اصلا نباید بکنی. و واقعا هم میفهم چی میگی. ما خودمون هم جزو اون افرادی بودیم که برگشتیم ایران، یه کاری کردیم بعد دوباره برگشتیم. یعنی اینطوری هم نیست که مثلا کسی بخواد بگه که آخه دیدی که تو ایران بخصوصا اگه روی این سوشال نتورک ها اینا باشی، با دیدن کامنت های ایده ای از طرز تفکر جامعه به هر حال میگیری دیگه. درسته. و دیدی که خب همه اینطوری که یا خودتون بلد نبودین، یا اگه میتونستین میموندین، یا اگه نتونستین رفتین. ولی خب دیگه خدا رو شکر مال ما یه جوری بود که هم رفتیم، هم برگشتیم، هم دوباره رفتیم، بعد هم اینجا قبلا استارتاپ داشتیم، بعد هم اونجا این کار کردیم. یعنی آدزشو، یعنی همه جورشو داریم ترای میکنیم، امتحان داریم میکنیم. ولی خب همش هم آخرش ببین یاد داری میگیری دیگه. ببین مثل استاک مارکت، هم حرفی که خود زدی، بیزنس رو نمیشه یاد داد. که حالا ببین من خودم خیلی بیزینس من، یعنی خودم به عنوان دنیای بیزنس نمیدونم. به قول تو تمام اینا وسایل و طولاییه که آدم بیشتر خودشو بشناسه. همونطور که تو استاک مارکت اگه بهت بگن داداش الان بفروش الان بخر اینطوری میشه، تا زمانی که تو بازی نباشی پولت نره پایین، قشنگ بدنت بلرزه پولم رفته پایین، یا پولت بره بالا قشنگ عشق کنی پولت رفته بالا، این احساسه باید برات مزه چیزی داره بفهمیش، درکش کنی. میشه همون جملات بیزنسی. بیزنس هم اینا رو یاد میگیری. یعنی هستن دوستانی که هنوز اینجوریه که نه من در ایران خواهم ماند و خواهم ساخت. ما هم اینطوریم که دمت گرم برو بساز، ولی بعید میدونم میدونی چه اتفاقی شده ما چه احساسی کردیم که گفتیم میخوایم نکنیم این کارو. و نه اینطوری نیست که تو خیلی از من میهن‌تر هستری و بالتری. کسی هم نگفته که تو اگه پاشی بیای بیرون ایران میتونی واسه خودت کاری بکنی، چون اینجا نمونه‌های زیادی الان تو ایران هستن که خیلی ادعا میکنن ما خارج بودیم برگشتیم. اینجوری که خب داشت حتما چه حالا تو خارج چه خاکی و چه گلی به سر زدی که حالا داری بر من ادعا میکنی رفتی، یا خیلی الان گیر دادن که ما موندیم تو ایران میخوایم ایرانو بسازیم انگار مثلا. یه هر کی که برگشت ایران چون اینجا نتونسته بود کاری بکنه، اون که تو شکی نیست دیگه. به چشم دیدیم دیگه، به صدها نفر رو دیدیم دیگه. حتی اون که باباش میلیونر بود و الان خونه 10 میلیون دلاری داره اینجا، فهمید بغل باباش نباشه نمیتونه پول در بیاره، اینجا کاری بلد نیست، به هیچ عرضه‌ای نداره. برگشت ایران، بغل باباش واسه یاد یه کاری برد، بغل بابا کرد، با بابا، با پول بابا، با کانکشن بابا یه بیزنس تو ایران زده دیگه. همه یا دارن دبی زندگی میکنن یا اروپا یا کانادا دیگه. یعنی میاد اینجا به عنوان مسافرت، ولی برای پول، چون اینجا نتونست پول در بیاره. وقتی هم باشون حرف میزنم میگه اگه بتونیم دلار در بیاریم میایم، چون نمیتونیم در بیاریم پول بعد تو ایران بریم در بیاریم. اینا من به یه زمانی هم تو ایران تو خونه تو اجاره میدادی میومدی اینور اجاره میکردی، الان دیگه الان برعکسش هم اصلا کار نمیکنه. به هر حال به وجود اومدن این پادکست روشن نگه داشتن اون چراغ است و بسته و دوباره ایران داره همون کاری که قدیم با ما کرد و میکنه، داره بسته نگه میداره که ببینید تو دنیا چه خبره. و من علاقه داشتم که نشون بدم که آقا بچهای ایرانی تو شرکت‌های بزرگ دارن کار میکنن، کارهای گنده هم دارن میکنن. و من چون خودم از گوش دادن به پادکست‌های خارجی و اینا خیلی انگیزه میگرفتم و همیشه انرژی میگرفتم و اینا، احساس کردم جای خالیش داره احساس میشه. یعنی چیزی رو درست کردم که دوست داشتم به وجود برای خودم داشته باشه، میدونیم. و از یه طرف دیگه هم به قول تو که میگی با راجع به آینده ایران چی فکر کنی، چون امیدوارم احساس میکنم این چراغش همچنان باید حداقل سوسوش باید روشن باشه، که یه نتورکی از بچه‌ها باشه که هر موقع هم وقتش شد که تونستیم کانتریبیوت کنیم دوباره به کشور، که الان هم داریم میکنیم. یعنی مثلا من مسلماً فکر کنم ساخت حتی پادکست تو ایران هم برای من ممکن نبود، هم از مسخره بازی بگیر بگورش، هم از این که با سرعت اینترنت و ضبط و حالا من برام با هارد اکسترنال بدم برام ادیت کنم. اصلا از این فازاش هم یعنی حتی این کارم نمیشد بکنی حتی، میدونی. یه چیزی بهت بگم وسط حرف،
اگه چشام ببندم انگار کینگ رام داره حرف میزنه. چطور؟ نوع حرف زدنه و نوع خندت باور نکردنی مچه کینگ رامه. پراکور کردم ریخته. آخه امروز صبح داشتم با اون حرف میزدم، الان خیلی آپدیت هم رو صداش قشنگ پراکور کردم میشه. آره چقدر جالب. نمیدونم داستانشو میدونی من و رامین همزمان برگشتیم ایران. نه بابا نه نمیدونستم. من و رامین 2014 با هم دیگه رفتیم ایران، اینجا با هم دیگه دوست بودیم. بعد یادم یه شب با هم اینجا رفته بودیم سینما، سال 2014 است، 8-9 سال پیش دیگه اینطورا. بعد رامین گفتش که من آرزوم زیر برج آزادی کنسرت داشته باشم. منم آرزوم توی ایران استارتاپ داشته باشم. حاجی زد بر یه اتفاقات تصادفی هم افتاد، مثلا یه ماه بعدش جفتمون ایران بودیم. اون زیر برج آزادی کنسرت گذاشت، منم ایران استارتاپ زدم. بعد یادمه داشتیم ما فکر می‌کردیم، گفتیم حاجی عجب گوری خوردیم برگشتیم ایران. یه چیز گفتم پشیمون بودیم دوباره برگشتیم این وقت. هرچی هم بشه میگه آقا با آرزوی تو خودتون خواستیم، به ما چه دیگه، آرزوی اشتباهی کردیم. آره و اینم نکته جالبیه، واقعا خیلی باید حواست باشه چی میخوای تو زندگی و واقعا اینی که یاد بگیری چی میخوای. چون من برام اتفاق داره میفته، یعنی من الان به درجه از خلوص رسیدم که به یه چیزی فکر کنم اون اتفاق میفته و اینجوریم که حواست باشه حاجی، حواست باشه چی میخوای. الکی نگو من اون دختره رو میخوام، اگه بیاد میره تو پاچت مثلا. مثلا همین. آره. چه جالب اینه که میگی من اولین باری که خانوممو دیدم یه راهرو وارد شدم و من عاشق پاام. دیدم یه پای سکسی توی کفش پاشنه بلند خشکی ناخونای بنفش کمرنگ، و من رنگ بنفش خوشم نمیاد، بعد این یه بنفش خیلی کمرنگ چیز بود، رنگ گلی بود، خیلی قشنگ بود. بعد دیگه من رفتم، بعد اونجا لحظه گفتم که اگر این دختر به من اجازه بده من اون پا رو بلیسم، من تا آخر عمر میلیسم. بعد الان زنم شد. آره و میفته و بعد یواش یواش میفهمی که خیلی نسبت به این که چی فکر میکنی و چی میخوای باید محتاط باشی. و حالا دیدم تو پادکست قبلیت هم داشتی راجع به همین قانون جذب و قانون اینا صحبت میکردین که واقعیه. واقعا امروز داشتم نگاه می‌کردم، میگفتش که تمام چیزایی که ما بهشون میگیم واقعیه از چیزایی درست شده که ما بهشون نمیتونیم بگیم واقعیه. از یه فکر شروع شده، از یه ایده شروع شده. نه مثلا خود مثلا یه لیوان یا مثلا خود تو یا این دستگاه تشکیل میگی اتمش میشه کوارتز که میشه ویو و میشه انرژی ما نمیتونیم بهش بگیم واقعیه. یه چیزی که میگیم انرژی هست، پس تنها چیزی که بهش میگیم واقعی نیست میگیم انرژی واقعی نیست. بعد تمام چیزایی که واقعیه از اون انرژی که واقعی نیست درست شده. ما بازیم دیگه. داشتم به خانم گفتم من با دهنم میتونم تو رو غیب کنم، شاید 3 ماه طول بکشه، ولی من میتونم تمام پارتای تو رو میتونم کانسول کنم، تو رو تبدیل کنم به خاک. و این باعث میشه که زندگی رو به شکل بازی نگاه بکنید دیگه. اتفاقا من خیلی دارم لذت میبرم، یعنی از همین آنون بودنش، از همین نامعلوم بودنش، از همین کش نشدناش. من عین سوپر ماریوه برای من دنیا زندگی. من خواب که پا میشم، آخه مثلا خیلی مثلا از صبح که آره دیگه، از صبح که خواب پا میشی بریم یه قارچی بخوریم میدونی، بعد بری یکم گندشی، بعد مثلا حالا بیافتی زمین، بعد دوباره از اول بعد شروع کنی، بعد زندگی تو وقتی بعد هی مثلا از چاله میپری، دفعه اول که میپری صاف میفتی پایین، بعد میفهمی که دفعه بعدی که میخوای بپری یه قدم جلوتر برو، بعد بپر که برسی تهش. بعد چون تو هیچ وقت دست سیگارو بدن دستت، یه روز اول تو تاش نمیری که همون دست اولو 100 بار میمیری تا برسی تاش دیگه. و زندگی هم الان همینطوریه و واسه همینه که اولین بار یه نفری بیاد بگه شما فیل کردین، تو لوزری، تو اینا، من اونجاست که میفهمم که اوکی پس این آدم هیچ ایده‌ای از این که اصلا زندگی دنیا چجوری نداره، چون اصلا چیزی به اسم باختن و لوز کردن نیست. It's feedback. من اون موقع تو سوپر ماریو وقتی پریدم و افتادم تو چاله نباختم، من فقط فیدبک گرفتم که از اینجا بپری میافتی اینجا، دفعه بعدی حالا از جلوتر باید بپری. و کلا it's not rejection it's redirection. و از اتفاقات خوبی هم که درات نیافتادم راضی، یعنی مثلا واقعا باید به پروسس دنیا اعتماد کنیم. من از اینکه ریحون نشده خوشحالم، میدونی، به هر حال، یا میتونم حداقل جنبه مثبتش رو ببینم. این همه کانکشن، این همه درس جدید،
از توش به هر حال پادکست اومده بیرون، از تو دلش این پادکست اومده بیرون، از توی دلش کلی تجربه اومده بیرون، از تو دلش همین کمپانی که الان هستن و پارتنران و آدمای توش اومدن بیرون. اصلا اگه میشد شاید مونده بودم ایران، پایگیر ایران شده بودم، الان باید فقط سر و کله میزدم با مالیات و پالیات و اینا، اصلا نمیومدم کانادا دوباره یک استارتاپو بزنم. میدونی یعنی trust the process دیگه. خونم طبقه 16 است، واسه این طبقه 16 است. چی طبقه 16 است؟ خونت. آره اینجا طبقه 16 است. آره for a lack of better name. نه خیلی خوبه، چون اتفاقا جینیس نیم اگه بهش دیپ فکر کنی، هم لوکیشن رو میگی، هم لوکیشن رو نمیگی، هم آدم یادش میمونه. اصلا واقعا عالیه. من یه نفر دیگه چی شبیه این دیده بودم که سر خونش اینجوری بود، یعنی ولی نه در این لول. مثلا یه اسم آهنگ گوشه بود طبقه 2، بعد گفتم چرا؟ گفت چون طبقه 2 خونه بودم وقتی درستش کردم. بعد ما تو که دیدم طبقه 16 سریع گفتم خونه طبقه 16 است. آره جامو نمیتونی عوض کنی. حالا عوض کنی چیکار می‌کنی؟ عوض کنی هر خونه میری فقط طبقه 16 میتونی بخری. دیگه یه شات از اینجا گرفتم، چون دیگه الان با ای آی و می آی اینو بک‌گراندتون میتونی درست کنی دیگه. دیدم ویدیو میزدی گلا عوض میشه. آره همین عکس‌ها رو میذارم پشتم دیگه. چقدر خفن شد این داستان ای آی. حالا من یه 2-3 ماه دیگه میام تورنتو، حتما دوست دارم ببینم، بریم یه میرداماد دوری بزنیم. نه آره پایم. ببینم تو خودت پس ونکوور رو ترجیح دادی به تورنتو مشخصا، چون اینطوری اولش احساس کردم، درسته؟ خیلی زیاد، اصلا قابل مقایسه نیست واسه من، برای اینکه اینجا خیلی استایلش فرق داره، اصلا با خیلی فرق داره. بهش میگن شبیه تهران و شماله، ولی اگر شمال پولدارتر از تهران بود، یعنی کاملا مقایسه درستیه، ولی تهران خیلی پولدارتر از شماله. اینجا اصلا به کانادا موندن، یعنی الان تو دیگه ولی خودت دیگه کانادا، حالا چون بچه‌ها اینا هم داری احتمال خیلی زیاده، ولی کلا دیگه خودت اونجا می‌بینی، یعنی نگاه نمی‌کنی که شاید مثلا در چند سال آینده بخوای جابجا شی. من اتفاقا چرا، من آرزومه برم تو کالیفرنیا زندگی کنم به خاطر هواش و بچه‌هام که 20 17 23 تو اون رنجا برسم ببینم دنیا چیه. جمع کردم رفتم اونور، خونه رو اینجا اجاره میدم، یه خونه اونجا اجاره میکنم، اشغال، پول داشته باشم میخرم، نداشته باشم احتمال زیاد، یعنی چیز کردم میخوام فقط بشم اجاره زندگی کنم، برام اجاره بگیرم، یه سال پولش رو همونجا روز اول بدم، 1 سال تو خونه اشغال کنم، بعد یه سال تصمیم میگیرم بریم حالا این یکی محل این باحال‌تره. بعد میخوام توی دنیا این کارو بکنم، بین 1 ماه تا 6 ماه هر لوکیشنی بمونم. بعد تو اون کشور الان تو فول تایم داری چیکار میکنی؟ الان کار اصلی تو همین یوتیوبه؟ نه من اصلا هیچ کاری نمیکنم، هیچ کاری ندارم. عشق میکنی؟ آره من فقط صبح بلند میشم، گل میزنم، فیلم نگاه میکنم، با بچه‌هام بازی میکنم. پادکستم دقیقاً داستان شما ساید به وجود اومد سر یه داستانایی، بعد دیگه منم هستم. عشقی که بچه‌ها آنلاین میگیری یه چیزیه که دیگه بهش معتاد دارم میشم و اعتیادیه که دوستش دارم، یعنی خیلی پراودلی دارم بهش اعتیاد پیدا میکنم. مثلا هر روز ورزش میکنه میگه من به ورزش اعتیاد دارم، من مثلا اینطوری داره میشه و برام خیلی دوست دارم، چون مثلا آدمایی مثل تو رو میام میبینم، راجع به ریحون یاد میگیرم، نمیدونم پس از روز یه سوالی شو بشم میتونم مزاحمت بشم ازت بپرسم و برای من داری یه کاری میکنه که مثلا فیلمه، یعنی تو با پول به این کار نمیتونی برسی. کانکشنایی که داری درست میکنی با آدمای خیلی خوب، آدمای جذاب، آدمایی که داستانه جالب دارن، با استعداد، باور نکردنیه و اینی که میتونی بشینی با آدمی مثل خودت، مثلا یه سری ساعت گپ بزنی و اپورتونیتی داشته باشی که تو بیا اینجا با هم هنگ اوت کنیم، من بیام اونجا تو رو ببینم. من روی یوتیوبم و واسه مستقیما کمک به بچهای جوان‌تر که تجربه‌ام بهشون یاد میدم، ولی خارج از اون نکار نمیکنم، یعنی بیکارم. تو یعنی پس تو از آخرین بیزنسی که داشتی که همون گفتی با جوهر پرینتر اینا شروع شد، روی همون دیگه خوابیدی و از اون موقع دیگه داری کار نمی‌کنی؟ یعنی یه پول خوبی از اون درآوردی که میتونی الان خودتو ساپورت کنی با خانواده‌ت و فعلا کار نکنی؟ تا آخر عمرم میتونم اینجوری زندگی کنم بدون که کار کنم. ولی کش اوت کردی؟ آره دیگه کش اوت داشته؟ کش اوت نکردم، ولی وقتی که چون من کش فلو خوبی داشتی، کش فلو مثلا اینکام خیلی خوبی داشتیم، یعنی مثلا من از هر $100 که میاد تو کمپانی $50 سود بود.
بعد من وقتی مثلا ماهی چه می‌دونم $100,000 درآمدش بود یا $50,000 درآمدش بود 20-25,000 سود بود. ولی خب من اکثر پولو خرج کمپانی می‌کردم، به خاطر این کمپانی می‌خواستم بزرگ کنم. توی این پروسس هم چند تا خونه گرفتم دیگه. خونه ها اجاره است میاد، ولی میگم مثلا اینجوری نیستش که مثلا نشستم دارم پول پارو میکنم و رو هوایی اشغال میکنم. نه، زندگی خیلی معمولی دارم، با زن و بچه‌م غذامون رو میخوریم، میریم کلاس کاراته، میریم کلاس ژیمناستیک یا آیس اسکیتینگ، اسکی، بچه‌ها رو ببر بیار. زندگی خیلی باباییه و تو مغز خودم برای بچه‌ام یه دنیای رویایی درست کردم، چون بچه‌ام هر وقت بلند میشن صبح و شب و ظهر با باباشون هستش. هر وقت میخوام بیان در باز کنن، سوال بپرسن، بغل کنن، احتیاج دارن بیان برن. و من اینو خیلی دوست دارم، چون میدونم حتی نمیتونم بگم 99.9 ازش بیشتره تو دنیا ندارن اینو اپورتونتی که همچین زندگی داشته باشن، حتی اگه باید پادشاه باشه. و به نظر خودم یه چیزی درست کردم که رویایی باشه و من همیشه دوست داشتم زندگیم خاص باشه و برای خودم این خاصه. خیلی شاید بیام مثلا میگن دیوونه‌ای، من دوست ندارم اینجوری زندگی کنم یا چی، ولی من عاشق اینم. خیلی هم هوم بادی ام، همیشه خونه میمونم، جای زیاد ندارم، دوست ندارم برم بیرون. آره میفهمم. اتفاقا موقعیت خیلی خوبی هم هست، چون باعث میشه که خیلی فشار به خود نیاری برای اینکه یه کاری رو بخوای بکنی و بعدت مغزش باز میشه و بعداً سری ایده‌های خوبم به ذهنت میرسه. آره همیشه من فکر میکنم که یه روز یه کار دیگه ای بکنم تو زندگیم، ولی اصلا نه بهش فکر میکنم نه کاری دارم. الان خیلی ریلکس دارم، به قول معروف حال میکنم با تایمم. اینی که من الان اصلا یکی زنگ بزنه بگی بیا فردا برای 3 ماه بریم آرژانتین، میگم اوکی. اصلا نباید یه بار بهش فکر کنم که 3 ماه یه چیزی دارم. هیچ وقت. من الان 10 سال ساعتم زنگ نزده من از خواب بیدار کنه. میدونی که این چیز دیگه، همین ناوالی که داشتم ازش اسم می‌بردم میگفتش که کلا بهترین نوع، یعنی هدف آدم اینه که برسه به این مرحله که تو هستی در حقیقت. چون میتونم فرض کنم که شاید خیلی‌ها بگن وای این چه زندگیه، مثلا نمیتونم این زندگی رو بکنم، وای من نمیتونم کار بکنم، ولی نکتهش اینه که اصلا اتفاقا تو می‌خوای برسی به مرحله‌ای که بتونی واقعا صبح فکر بکنی بگی من میخوام کجا باشم و بتونی بدون اینکه بخوای از کسی اجازه بگیری یا نسبت به اسکیجولت بخوای کاری بکنی و اصلا برنامه‌ت اینقدر اسکیجولت اینقدر مرتب و منظم نباشه، بتونی هر کاری بخوای بکنی. این دیگه اوج آزادیه دیگه. امروز دیدی دیگه به من زدی گفتی سوال یه خورده داره عقب میشه. اوکی گفتم بابا ریلکس، هر وقت خواستی بیا. گفتم من کلا تو کل روز بعد یه دفعه برم بچه‌ها بیارم تا مدرسه‌شون هم 2 دقیقه راهه، یعنی اگه تو پای خطم وای میسادی من 4 دقیقه برگشته بودم. اونم به مامانم تکست زدم گفتم مامان میشه بری زحمت بکشی، اونم بنده خدا رفت. مامانم میگه من هیچ فکر نمی‌کردم دوستان 7 سالگی بزام. آره نه خیلی حال میده. نه اینکه خوبه که خانواده‌ت هم اونام همه اونجان، یعنی مادرت هست، نوه داره، میدونی دیگه دور هم جمعین دیگه اونجا. آره مامان بزرگم هم اینجاست. بیا من خودم همین الان من تنها. نه بابا من باید یه دفعه بیای ونکوور، فقط حداقل چکش کن. البته اینم بهت بگم من یه نفر رو میشناختم اینجا یه کمپانی زده بود خیلی هم قوی شد، یه کمپانی من روش نمیدونم $50 میلیون یا $5 میلیون روش اینوست کرد، فکر میکنم 50. بعد یه پنت هاوس یه دونه ساختمان کامرشال گرفته بود کامل، همش آفیس بزرگ بود، 50 تا امپلوی داشت. بس رفت تورنتو، بعد خانواده‌اش ولی اینجاست، واسه همین دیگه همش باید بره و بیاد. بعد میگم که چرا این کارو کردی تو که آردی اپریشن داشتی اینجا، دیوانه ای؟ بعد حالا تو این کمپانی که بود دوست دختر من منیجر بود. خب بعد خب من دوست دخترم میدونم در چه لولی توپ میزنه دیگه، آدم دیگه میدونه، حالا نمیخواد تعریف الکی بکنه. بعد به این که گفتم داستان چیه، مثالی که بهم زد گفت دادا نمیخوام بی احترامی کنم ولی دوست دختر تو منیجرمه. تو ونکوور تالنت نداریم. یعنی دیگه مجبور شدم فقط چون حاضره بیاد سر کار من چیزش کنم. سلام پاشا، سلام ماموکو، بیا سلام کن. سلام کن به دوستم من. اسمش سلام. بگو سلام سهیل. سلام سهیل. سلام سهیل. سلام بچه‌ها چطوری؟ سلام میکنم سهیل بهتون. بده نشون بدم. این نقاشی ماموکو. به 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 به. اوکی برین اونور، من الان میام. من مرسی مامی، ممنونم. بچه‌ها هم فارسی هم انگلیسی راحت حرف میزنن درسته؟ هم روسی. هم روسی. آره مامانشون روسه،
بعد به پاشا سعی کردم اسپانیش و مندرینم یاد بدم ولی نتونست یعنی یاد گرفتش. بعد که کرونا شد وایساد، بعد از 2 ماه هیچی یادش نبود، هیچی نمیدونست. گفتم خب این چه مسخره بازیه، واسه این اونا رو وایسوندم چون هم خیلی وقت میگرفت هم خیلی کاست داشت. یارو میومد ساعتی 50 یارو استخدام کردم پی اچ دی چیز داشت، از اسپانیا اومده بود اینجا درس بخون، پی اچ دی داشت میگرفت دانشگاه. بعد میومد با پاشاش میکرد بهش درس دادن، اینا مثلا بعد واسه این اونو بکشم اینجا ساعتی مثلا $50 $100 بهش پول میدادم. اونم اجازه کار نداشت دیگه. خلاصه میگم دیدم خیلی کم کاستش زیاده، همین که بازدهی نمیبینم دیگه، بیخیالش شدم. همین 3 تا زبون سرشون گفتم براشون باشه بسشونه. چه جالب. خب دیگه آقا اگه یه پوینت چیز دیگه داری که فکر میکنی، چون میخوام تو معمولا آدما رو اینترویو میکنی، من دفعه امروز تو اینترویو شدی، میخواستم ببینم که چیزی هست که مثلا دلت بخواد بذاری به یه پوینتی به بچه‌ها بگی که آقا بزرگترین درسی که از این همه استارتاپ ها گرفتی تو دو کشور متفاوت چی بود؟ برای من همین حرفایی که توی لابلای صحبتامون زدیم، اینی که واقعا دنیا همونطوری که خودت هم داری زندگی تو میکنی واقعا یه مسابقه نیست، فقط داری با خودت کامپیت میکنی، با خودت میجنگی. و اینی که اگه به یه بازی علاقه داری فقط باید توش بمونی دیگه و یواش یواش اون اتفاق خوبه برات میفته. یعنی برای من اصلا به همون حرفی که به قول هم زدیم، همون اولش زدیم، من اصلا دنبال نیستم که به چیزی برسم یا بخوام سریعتر تاشو ببینم. من از این مسیره دارم خیلی لذت میبرم و این دنیای بیزنس و صحبت کردن با تو و پادکست و اینا هم داره به من کمک میکنه که من خودم بیشتر بشناسم و وقتی بیشتر خودتو میشناسی بیشتر هم خوش میگذره، چون میدونی چی کار رو باید بری تو زندگی. آره میدونی چی دوست داری. این خیلی جالبه خودشناسی. خیلی من تقریبا شاید بگم 35 34 خودمو شناختم، 34 33 خودمو شناختم. الان چند سالته؟ الان 41. اون موقع خودمو شناختم فهمیدم که اوکی من فکر میکردم این نیستش و واقعا یه سری کارایی میکردم که دوست نداشتم و همه رو عوض کردم و الان واقعا خوشحالم و یه خانومی پیدا کردم که مچمه. یعنی من و خانومم انقدر با هم خوش می‌گذریم، میریم مکزیک از اتاق نمیایم بیرون. و مامانم در زدم میگه بابا بیایم بیرون دیگه، این مکزیک تو اتاق چیکار می‌کنی؟ با هم دیگه اشغال نمی‌کنیم همیشه. حالا من عید نوروز رو دارم میرم اونجا، اگه اونجا بودی بهم بگو. من از 20 فوریه مکزیکم تا 20 مارچ. یه ماه. آره. عالی. خب آقا من بچه‌ها دیگه اتک کردن، بعد برم بینه برسم دیگه، اینو نمیذارم من با تو به تو هم گرم بگیرم. هر رفته یه آمدی هم داره دیگه. حالا سری بعدم تو باید پاشی به طبقه 16. من که خدامه، شما تایمشو بگو، من همیشه در خدمتم، همیشه هم بازم. مثلا گفتم I love you. من دمت گرم، خیلی خوش کردم. دم مام بابات هم گرم به خاطر اسم قشنگه. جاکس. قربونت برم. مشتی. فعلا 16 ساله که الان، یعنی من برای اولین بار 2006 پام رسید به خاک کانادا با یه آدم که قشنگترین پدر مادر دنیا داره به خاطر اسمی که براش انتخاب کردن، سهیل طبقه 16. چیزایی که ما موقع داشتیم میخوندیم من نمیتونستم درکش بکنم که برای چی اینا رو داریم میخونیم. خیلی باهوش بودی، اونا نمیتونستی با درس دادن اونا کانکت بکنی. من یکی از پروژه هام سایت surfisecmusic.com بود. یعنی تمام این رپرایی که میبینی از هیچکس، زد بازی، نمیدونم تتلی و موقع عرفان که یه شتاب دهنده استارتاپی بود تو ایران و تو اون زمان ببین سرمایه‌گذارای خارجی داشتن برمیگشتن، پول داشت وارد ایران میشد، شرکت‌ها داشتن سرمایه جذب می‌کردن